سلنای واقعی کشته شده. سلنا رو توی اتاق عمل روز جراحیش از بیمارستان دزدیدن. امروز ما با کلون سلنا گومز مواجه هستیم. یه سوال عجیب، اگه سلبریتی که همه دنیا چهرهشو میشناسن جاش با یکی دیگه عوض بشه، چقدر طول میکشه تا کسی متوجه این تغییر بشه؟ چون مدتیه که یه شایعه عجیب راجع به سلنا گومز کل اینترنت رو پر کرده. طبیعتاً شایعات مختلفی هم راجبش وجود داره. یه عده میگن این سلنا اون سلنای قبلی نیست، یه عده میگن این بدلشه، یه عده میگن سلنا سالهای پیش مرده و عجیب ترین تئوری کلون بودن سلناست. به این ویدیو خوش اومدی. اگه هنوز به چنلم سابسکرایب نکردی سابسکرایب یادت نره که این ویدیو رو تا آخر نگاه کنی. اگه خوشت اومد لایک کنی و برام کامنت بذاری. آدرس اینستاگرامم هم توی بایو چنلم هست. برای فهمیدن این تئوری باید چند سال برگردیم عقب. سلنا گومز سلبریتیه که در واقع جلوی دوربینا بزرگ شده و خیلی تصویر و داکیومنت از سلنا گومز موجوده که تو بتونی مقایسهش بکنی. یعنی در سنین مختلف از سلنا گومز هزاران عکس و ویدیو وجود داره که وقتی شروع به تغییر کرد مردم کلی سند داشتن که سلنای جدید رو با اون مقایسه کنن. اما یه چیزی رو همیشه درباره تئوری نادیده میگیرن مردم، اینکه سلنا گومز از سالهای پیش با بیماری لوپوس درگیره و این موضوع هم به صورت جسمی اذیتش میکنه طبیعتاً، هم این که به صورت روانی بارها و بارها دچار افسردگی شده و حتی چندین بار هم توی مرکز ریهاب مجبور به بستری شده. احساس میکنم وقتی خیلی درک از بیماری ندارن که یه بیماری چطوری میتونه هم به صورت جسمی هم به صورت روانی تو رو دچار تغییرات خیلی بزرگ و کوچیکی بکنه، بعضی وقتا براشون عجیبه. و بیماری لوپوس هم بیماری خیلی کم و همچین ملایمی نیستش. بارها دیدیم که بریک های زیادی میده بین کارهاش، بین فعالیتش و خب همیشه هم حالا نه، ولی اکثر مواقع به خاطر بیماری لوپوسش بوده. و حتی بیماری لوپوس یکی از عوارضی که براش داشت این بودش که سلنا گومز یکی از کلیه‌هاش مشکل پیدا کرد و دوست صمیمی خودش که اونم آرتیسته به اسم فرانسیا رایسا یکی از کلیه‌هاش رو به سلنا گومز اهدا کرد. این تاریخ سال 2017 زمانی که این اهدا صورت گرفت به یکی از تاریخ‌های خیلی مهم در تئوری سلنا گومز تبدیل شد. حالا چرا همه راجع به سال 2017 صحبت میکنن؟ چون که دقیقاً بعد از همین عمل جراحی مردم تیکه های پازل رو کنار هم چیدن. اینطوری بودن که فرم صورتش تغییر کرده، فرم چشماش تغییر کرده، وزنش خیلی تغییر کرده و اکثریت هم حتی به این نتیجه رسیدن که صداش هم دیگه اون صدای گذشته نیست و صداش هم تغییر کرده. Yeah, I've gotten this question a few times. The voice thing. So sometimes when I'm on, never mind. There's no excuse. I don't really care. I think my point is that sometimes things happen. I get weird. My throat kind of swells on the inside sometimes. That's all. همینجا یه روایت تاریک شکل میگیره، اینکه شاید سلنا گومز مرده. سلنا گومز بعد از پیوند کلیه مرده و مردم هیچ وقت نفهمیدن. ولی یه سوال گنده مطرح شد، این سلنای جدیدی که ما داریم میبینیم کیه؟ و طبق معمول اینترنت جواب ساده رو انتخاب نکرد، بدل یا حتی یک کلون. اما خب یه نکته اینجا وجود داره، تغییر ظاهر و صدا و اینجور چیزایی یه آدم، اونم طی یک بازه 10 ساله، اصلا چیز عجیبی نیستش و به خودی خود نمیتونه توجیه مناسبی برای اینکه آدم بگه خب فلانی طی عمل جراحی مرده و جایگزین شده با یک کلون باشه. ولی این تازه شروع گرم شدن اینترنت درباره تئوری سلنا گومز بود. بزرگترین دلیلی که این تئوری رو زنده نگه می‌داشت تغییرات ظاهری سلنا گومز بود. حتی بحث جراحی‌های زیبایی هم این وسط کشیده شد تا اینکه سال 2024 سلنا گومز به این حرف‌ها واکنش نشون داد. جوابش این بودش که من به خاطر تاثیراتی که بیماریم لوپوس روی صورتم داشته فقط بوتاکس تزریق کردم. و در نهایت هم از مردم خواست که رهاش کنن. گفت مردم بکشید بیرون. تایید کرد که تغییرات صورتش به خاطر بوتاکسه و دلیل خاص دیگه ای نداره. خب ولی چیزی که در واقع میتونه برای یه نفر، حالا یا یک جراحی ساده یا یک جراحی که در واقع نه یک اقدام زیبایی کوچیک یا تاثیرات دارو، افزایش سن، بیماری و اینجور چیزا باشه، برای علاقه‌مندان تئوری توته اینطوری در واقع
تعریف میشه که نه، این آدم همون آدم سابق نیست و به کل عوض شده، خودش نیست. ولی طرفدارای سلنا یه دونه دلیل بزرگ دیگه هم داشتن و اون صدای سلنا بود. کلیپ های مصاحبه‌های قدیمی و جدید سلنا شروع به پخش شدن توی اینترنت شد. Treat others how you wish to be treated. I used to a lot, but I think it's just become really unhealthy. It's been 4.5 years now before I've released anything. Knew they were involved, but I got a call and I don't know, I love true crime. The spotlight has definitely taught me so much. Here's one thing that I thought was cruel, is that's when I eat everything. And then the moment this week starts. میگفتن صدای جدیدش بمتر شده، ریتم صحبت کردنش میگفتن عوض شده و بادی لنگویج زبان بدنش، ریتمش و همه چیش عوض شده. آره خب در واقع دارن صدای یک آدم رو توی شرایط سنی مختلف، شرایط روحی مختلف، میکروفونای مختلف و هزاران چیز مختلف مقایسه میکنن. ولی بازم تفاوت داره، یعنی به هر حال تفاوتی دیده میشه. این تفاوت میتونه کلون بودن رو ثابت کنه. طبیعتاً برای اونایی که به تئوری کلون باور دارن ممکنه تا اینجا دلایل کافی بوده باشه، ولی نه، به نظر من تفاوت صدا نمیتونه کلون بودن رو ثابت کنه. من خودم صدام با 4-5 سال پیشم زمین تا آسمون فرق کرده، یعنی فکر کنم اصلا تا با 1 سال پیشم هم فرق کرده. وایسای قدیمیمو که گوش میدم شوکه میشم واقعا و حتی متوجه میشم در بعضی جاها بعضی بازه ها ممکنه بمتر باشه یا زیرتر باشه فعلا، یعنی لزوما اینطور نیستش که وقتی سن میره بالا یا مثلا به خاطر خیلی چیزای مختلف میتونه به خاطر سیگار و فلان و اینا صدا بمتر بشه، ممکنه حتی زیرتر هم بشه. خلاصه تقریبا یکم این دراما خوابیده بود تا اینکه دوباره اوایل سال 2026 اتفاقی افتاد که دوباره این موضوع توی فضای مجازی پیچید و از یه تئوری قدیمی تبدیلش کرد دوباره به یک تئوری جدید. بعد از پخش شدن مدارک مربوط به جفری اپستین دوباره شایعه ها شروع شد، چون تو یکی از ایمیل های مربوط به پرونده های اپستین اسم سلنا گومز برده شده بود و دوباره نگاه ها به سمت سلنا گومز، یا بهتر بگم کلون سلنا گومز کشیده شد. سلنای واقعی کشته شده. یه اتفاقی تو سال 2017 افتاد. پیوند کلی پوشش ماجرا بود. سلنا رو توی اتاق عمل روز جراحیش از بیمارستان دزدیدن. کسی که امروز می‌بینیم جایگزینشه. امروز ما با کلون سلنا گومز مواجه هستیم. توی این ایمیل چی نوشته شده بود؟ توی بخش دوم این ایمیل نوشته شده بود که he decided on Selena Gomez. اما به حالتی نوشته شده بود که کلمه مرگ یا die درش نهفته بود. اما خب یه اسکرین شات از یه ایمیل نمیتونه توجیه مناسب و کافی باشه و خب اینجا پایه یه نفر جدید به داستان کشیده شد. طبیعتا یک تئوری توطئه درباره سلینا گومز نمیتونست بدون ورود جاستین بیبر به این داستان جذاب بشه. دوباره تمام اتفاقاتی که بین سلنا گومز و جاستین بیبر افتاده بود اومد بالا. مردم تمامی آهنگ‌ها، تمامی متون، تمامی عکس‌های قدیمی، ویدیوهای قدیمیشون رو شروع به دوره کردن و حتی خیلی شروع کردن جاستین بیبر رو زیر نظر گرفتن و خیلی آهنگاش و لیریکس‌های احساسیش یا اونایی که راجع به مرگ بودن رو زیر نظر گرفتن و باور داشتن که اینها به سلنا گومز مربوطه. و خب در واقع یک چیزی هم پیدا کردن، اونم تتوی روی دست جاستین بیبر بود که خب خیلیا بر این باورن که منظور از اون تتو سلنا گومزه. ولی خب نرماله دیگه، در واقع تو یک تئوری رو باور میکنی، میپذیریش، میری دنبال سریسا میگردی، یه چیزی رو پیدا میکنی که به این چارچوب تئوریت میخوره، اونو داخل داستان خودت میذاری و خیلی شیک این تئوری رو ادامه میدی. حالا همچنان که مردم در حال ربط دادن همه چیز به شقیقه های کلون سلنا گومز بودن، از گوشهاش، تتوهاش، اکسسوریاش، همه چیش، خود سلنا اومد و یه واکنشی به تمام این اخبار نشون داد. Okay, so what's on the to-do list? The foundation casting. Okay. And then something about calling a clown. We can, I don't know, we could ignore that. Okay. از دستیارش میپرسه که دستیارش چیزهایی که توی اون دفتر تو-دو لیستشون نوشته شده رو براش بخونه و اینجا اشاره به یک کلون میکنه و در واقع یه جورایی این مبحث رو، این شایعه رو مسخره میکنه. توی دفتر نوشته شده بود تماس گرفتن با یک کلون. Calling a clown. یعنی به جای اینکه بیاد خیلی منفعلانه بگه من کلون نیستم، عملاً اومد مسخره کرد و در واقع تر زد به تمام این تئوری.
ولی بازم یه عده قبول نکردن. معلومه که کلونش نمیاد بگه آره من کلون سلنا گومزم. معلومه که نمیذارن این پروژه شکست بخوره. حالا چه جوابی میشه به کل این داستان داد؟ از اول اگه بخوایم دوره کنیم، ما داریم راجع به یه سلبریتی صحبت میکنیم که از بچگی هممون میشناسیمش. از بچگی چهرهشو دیدیم، صداشو شنیدیم، آهنگاشو شنیدیم، فیلماشو دیدیم، برنامه تلویزیونیشو دیدیم، کلی اخبار و حواشی راجعش شنیدیم و یه جورایی دوران تینیج تایممون رو در واقع باهاش سپری کردیم. طبیعتا متوجه این تغییرات میشیم و به چشممون میاد و خب برامون بعضی وقتا پیدا کردن یک جواب مناسب غیر ممکنه. چیزی که اولش به ذهنمون میرسه اینه که این آدم عوض شده، این آدم یک کلونه، این آدم خودش نیست، این آدم کشتن، این آدم دزدیدن، بردن، خوردن و به خصوص بعد از در اومدن این ایمیل‌های جفری اپستین که دیگه اصلا کلا ترکید. کلا به عنوان یک بچه و نوجوان احساس میکنم توی این اینداستری، توی این صنعت بودن، صنعت هالیوود، این مارکتی که دارن خیلی کار راحتی نیست به عنوان یک بچه و تینیجر نوجوان هندلش کردن و خب همون جوریش همونطوری آدم تروماتایز میشه اوردی بعد یه شکست عشقی بزرگ که خب طبیعتا خیلی نکات منفی برای کریرش میتونه به همراه داشته باشه. جدایش از جاستین بیبر، اون چیزایی که شخصی تنهایی تحمل میکنه، تجربه میکنه و خب طبیعتا هر لحظه اینستاگرامو باز میکنه، راجع به خودش یه چیزی میخونه، همه اینا یک بار روانی داره، بیماری لوپوس داره و این بیماری براش آرزه‌های مختلفی به وجود آورده، به کلیه‌هاش آسیب زده، به پوستش بارها آسیب زده، به کلیه‌هاش آسیب زده که عمل جراحی انجام داد. طبیعتا عمل جراحی یک دوره نقاهت داره، ممکنه افسردگی همراهش داشته باشه و خب برای آدمی که در واقع کریرش اون شیپ خودشه که جلوی دوربین باشه، با مردم در ارتباط باشه، موزیک بده بیرون، بازی کنه، اون آسیب هایی که میبینه و چیزایی که در واقع میگذرونه براش خیلی استرس آوره و خب میتونه خیلی شرایط روانیش رو بالا پایین بکنه. به نظرم خیلی نرماله که آدم طی 10 سال تغییرات وزنی، قیافه‌ای، صوتی و اینجور چیزا داشته باشه. یعنی نمیدونم، برید وایس های خودتون و وایس های چند سال پیشتون رو گوش بدین، وایس های 2 سال پیش، 1 سال پیش، اصلا باورتون نمیشه خودتونید. و خب جالبی این قضیه خود ماییم که بعضی وقتا نمیدونم اینا بعضی وقتا از عدم تجربه میاد یا فقط از اینکه آدم احساس میکنه چون اون طرف سلبریتیه، چون اون طرف یه شخصیت برجسته است، ما میتونیم هر داستانی راجبش بسازیم و هر داستانی هم ممکنه اصلا برای این کاراکتر اتفاق بیفته و خیلی احساس میکنم خیلی سای فای و خیلی علمی تخیلی بعضی وقتا با یه سری چیزا کاربر اینترنتی یا طرفدارای یک سلبریتی برخورد میکنن. داستان سرایی های خیلی اگزاجریت و خیلی غیر قابل باور، در واقع در وهله اول فکر میکنی غیر قابل باوره و خب خیلی دامن زنی بهش صورت نمیگیره و بعد میبینی که او مای گاد این ترکید. یا مثلا اون صحنه‌ای که در واقع پای بنی بلانکو رو بوس میکنه، کلی هیت سر اون گرفت که وای پای دوست پسر شوهر کثیفشو، پای کثیف شوهرشو بوس میکنه، این اون سلنا نمیتونه. به سلنایی که من میشناختم پای کسی رو بوس نمیگرد، شخصیش میکنن یه جوری. بعضیا انقدر به اون شخصیتی که دوستش دارن، به اون سلبریتی که دوستش دارن تو ذهنشون نزدیک میشن که اصلا از خودشون برای خودشون اصول و اولویت و استاندارد از طرف اون تو ذهن خودشون تعیین میکنن که به نظر من خیلی کار اشتباهیه و هم حیث گرفت سر اون، هم کلی اینطوری بودش که این قضیه بو داره، پای شوهرتو بوس کنی یعنی کلون شدی. خلاصه که نه مدرک ها کافیان برای اینکه تایید بکنیم بگیم آقا سلنا گومز کلون شده، نه اصلا با عقل جور در میاد، نه اینکه ممکن نباشه. توی این دنیا واقعا هیچ چیزی که برای من یکی غیر ممکن به نظر نمیاد، همه چیز به نظرم ممکنه. ولی این یه مقداری اینجوری هم که یکم اون دلایل و اینا سطحیه، میدونی، مثلا در حد اینکه فلانی رو دیدی خودش نیست، کلونشه. اگر نگاه کن دقیقاً یه همچین چیزی و در حد یه همچین چیزی که خب به نظرم وقتشه که تموم شه. بعد از دیدن این ویدیو لطفاً اینو از ذهنتون بیارین بیرون. کلون ملون نداریم، داریم شاید داشته باشیم ولی نمیدونم، سلنا کلون به نظرم نیست. باید فکر کنه آدم راجبش دیگه. آقا مریض میشی، افسرده میشی، دپرس میشی، عمل جراحی میکنی، بزرگ میشی، فلان میشی، بیسار میشی، اصلا این صدا رو روش کار نکنی، خب عوض میشه و همه این تغییرات نرماله، برای همه هست، برای سلنا گومز هم هست. یک سلبریتی همون انسانه مثل ما
با همین مدل و اینا که حالا پول داره بیشتر بهش میرسه، ولی همه چیز اون اعضای بدن همونه، اون شکلی هم تکامل رو طی میکنن. حالا پول جلوشو میگیره ها تا حد زیادی، اون تکامل سریع و ما مثلا در از 1 سال 10 سال پیر میشیم، حالا برای اینا چیزتره ها، یکم سرعتش رو پول میاره پایین. ولی خب بیماری و اینجور چیزا رو تا وقتی درکی ازش نداریم، حداقل شایعه و اینجور چیزا از توش، تئوری توته از توش در نیاریم، چون بعضی وقتا ممکنه ناراحت کننده باشه دیگه. ولی تو هم نظرتو تو کامنت ها به من بگو، به نظرت سلنا گومز همون سلنا گومز قبلیه یا واقعا مرده و این کلونشه؟ خیلی دوست دارم نظرتو بدونم، برام بنویس. بعضی داستانا ترسناک نیستن چون واقعیان، ترسناکن چون خیلی راحت میشه باورشون کرد. اگه از ویدیو خوشت اومد یادت نره ویدیو رو لایک کنی، به چنلم سابسکرایب کنی اگه هنوز نکردی، کامنت یادت نره برام بذاری و خوشحال میشم که ویدیوامو برای دوستت هم بفرستی.